یا زنان میگوید که به امول شوهرم همینقدر میزند که اگر بکسیارو همینقدر کالتک خورد میمرد. باور نید گپ زده نمیتوند، نباشد یک هفته پیش زدگی یگان جایی صحت ندارم میگه. بعدا هر بالاتون یک کافر ظلم میکنه میگرده دیگه مظلوم شده، سببش کافته میگرده، دعام قبول نشده است، مشکل هم زیاد است کفته میگرده. اینا برای از الله تعالی ترسید. آخر مخلوقات الله کافر هم ظلم کردن ممکن نیست. همین یک گشتم کشتنی باشید هم یک تا زده کشته پیامبر صلی الله علیه و آله. قتلتم فاحسنوا القتله. یگان حیوان هم اگر کشتنی باشید، حیوانی که شریعت به کشتنش امر کرده، به یک ضربه زنید کشید. یعنی حتی به حیوانی که مثلا خوک کشتن در کار، یا سگی عقور، سگی گزنده، سگی سیاه کشتن یا مار به یک ضربه زدن کشتن، عذاب داده کشتن، در آتش سوزاندن ممکن نیست. چی جوی یک آدمی که به شما نزدیک از مادری فرزنداتون است؟ از الله تعالی ترسید برادران.